I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. انتخاب رئیس جمهور اوباما در سال 2008 بعد از سایر رئیس جمهوران آمریکا تاریخ ساز است و جزئیات روز مراسم سوگند وی به مجموعه خاص این روز افزوده شده است. امسال سمیتسونیان موزیم ملی تاریخ آمریکا در نمایشگاه ریاست جمهوری اشیای مربوط به روز مراسم تحلیف، گادی خاص همان روز، دعوتنامه‌های مراسم تجلیل از این روز، کلاه‌های رئیس جمهور و بالاپوشان‌ها و حتی علائم روی سرک برای منع پارکینگ در جاده‌های اطراف مراسم تحلیف را به نمایش گذاشتند. تاریخ مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا شامل صدها سال دوره‌های ریاست جمهوری بیشتر از 40 تن از آنهاست که ثبت تاریخ سیاسی آمریکا است. شروع تاریخ این مراسم از جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکاست. بخش خیره کننده این نمایشگاه مجموعه پیراهن‌های بانوان اول آمریکاست که از سال 1909 بدین سو الی میشل اوباما در سال 2009 به این بخش موزیم اهدا شده است. لیزا کاتلین گرادی متصدی این بخش است. Shortly after the inauguration, we send a letter. The Smithsonian. به زودی بعد از مراسم تحلیف رئیس موزیم نامه‌ای را به عنوان بانوی اول همان سال می‌فرستد و موزیم و این مجموعه پیراهن‌ها را معرفی می‌کند. او در نامه از وی می‌خواهد تا یکی از چیزهایی که می‌تواند از شخصیت بانوی اول جدید نمایندگی کند به موزیم بفرستد. ما خوشحال می‌شویم هر چیزی که برای ما بفرستد، اما تذکر می‌دهیم که مردم واقعاً علاقه‌مندند تا پیراهن تجلیل از مراسم تحلیف را ببینند. چند قدم فراتر از مجموعه پیراهن‌های بانوی اول شما جایگاه یا لوژی را می‌بینید که رئیس جمهور برای اظهار بیانیه‌اش در روز تحلیف استفاده می‌کند. موزیم ملی تاریخ آمریکا مردم را از تاریخ آمریکا با خبر می‌سازند. این کراچی یک قرن قدامت دارد و در زمان رئیس جمهور تفت وی با همسرش در این کراچی رهسپار مراسم تحلیف همان سال شدند. حامل رئیس جمهور در دوره‌های بعدی ریاست جمهوری از این گادی متفاوت بوده است. این گادی حامل رئیس جمهور تفت در سال 1873 خریداری شده و بعد از استفاده در چندین دوره خاص در سال 1968 جزء نمایشگاه خاص ریاست جمهوری این موزیم شد. رئیس جمهوران همراه با بانوی اول به مراسم تحلیف می‌روند. به همین خاطر بخش مجموعه پیراهن‌های بانوی اول در بین سایر جزئیات تاریخی نمایشگاه برای بیننده احساس تجلیل همان روز را می‌دهد. On a certain level, the inauguration is a combination of things. مراسم تحلیف ترکیب از چیزهای مشخص است. مراسم بسیار تشریفاتی و ملکی است و محفل خاص همان شب است. پیراهن‌های شب بانوی اول جزء است که جشن مراسم تحلیف را نشان می‌دهد. دریشی رئیس جمهور مراسم سوگند وی را نشان می‌دهد و جزء تشریفات ملکی روز تحلیف است. مراسم تحلیف شامل سخنرانی رئیس جمهور خطاب به ملت است. این بخش نمایشگاه شامل سخنرانی‌ها اسناد امضا شده توسط رئیس جمهوران مختلف آمریکا است. در بخش‌های دیگر نمایشگاه بازدید کنندگان به بخش تبلیغات ریاست جمهوری راهنمایی می‌شوند و آنها می‌توانند فیلم از تاریخ تبلیغات ریاست جمهوری آمریکا را در آن مشاهده کنند. نمایشگاه همچنان علائم روی سرک، لایسنس پلیت موترها به شمول موتورسایکل‌های رسم گذشت را نشان می‌دهد. همانطوری که مردم در مورد رئیس جمهوران گذشته در این نمایشگاه با خبر می‌شوند، آنها شاهد برگزاری مراسم تحلیف باراک اوباما نیز بودند که بالاخره به مجمع تاریخی مراسم تحلیف موزیم ملی تاریخ آمریکا سمیتسونیان اضافه می‌شود. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.